شرکت دولتی توجیک ایر اعلام کرد تا انجام موسم تیرماه و زمستان که معمولا تا ماه مارس ادامه میکند پروازهایش را هواپیماهای شرکت خصوصی سامان ایر اجرا خواهد کرد. خدمات مطبوعاتی شرکت توجیک ایر 4 ینور گفت جهت انتقال مسافرانش به سامان ایر سازش حاصل شده است. همکارم عبدالله شورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا من به او رو میارم. سلام عبدالله، خب قطع و تقدیم پروازهای توجیک ایر با سامان ایر چی معنی دارد و آیا معلوم است که چرا چنین تصمیم گرفته شده است؟ سلام شهلا، تصمیمی به شرکت سامان ایر دادن پروازهای توجیک ایر روز 3 ینور پس از یک جلسه کمیسیه دولتی گرفته شده است. این کمیسیه قرار است تا یک ماه دیگر تقدیر شرکت دولتی را حل کند. رهبری این کمیسیه دولتی را قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان بر دوش دارد و خود او نیز در جلسه روز 3 ینور شرکت داشته است. یک همصحبت آگاه رادیو آزادی گفت وضع مالیوی شرکت توجیک ایر خیلی نگران کننده است و در نزد کمیسیه دولتی وظیفه گذاشته شده است که از این دو گزینه و یا واریانت یکی را به حکومت پیشنهاد کنند. واریانت نخستین این مفلس و یا بانکروت اعلان کردن توجیک ایر، واریانت دو در صورت اصلاح پذیر بودن وضع آن دوباره همراه کردن توجیک ایر به فرودگاه بین المللی دوشنبه و به همین شکل ادامه دادن کارش. انتظار می رود کمیسیه دولتی در مهلت یک ماه آینده وضع شرکتی توجیک ایر را تحلیل کرده خلاصه خود را در مورد تقدیر آینده آن به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کند. ولی عبدالله، سوالی از همه مهم، آنهایی که از توجیک ایر الکی چیپته و یا بلیط خریده بودند چی باید کنند؟ مسافران خط سیر دوشنبه مسکو و برعکس از حال می توانند خاطرجمع باشند چون هواپیماهای سامان ایر اکنون آنها را به مکان می رسانند. خط سیرهای دیگری توجیک ایر به سمت‌های روسیه نیز در فرصت‌های کوتاه از سوی سامان ایر اجرا می شود. ولی بازم عبدالله، چرا یک بار کاری یگانه شرکت دولتی هواپیمایی توجیکستان قطع شد؟ علت در چیست که این شرکتی زمان بزرگ و موفق به چنین حال رسید؟ شهلا، پروازهای توجیک ایر در روزهای اول سال روان پس از شروع سنجش ها در اداره آن قطع شد. قبل از این در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کار توجیک ایر انتقاد کرده و به آژانس مبارزه با فساد امر داده بود فعالیت آن را بسنجند. به گفته همصحبتان ما، پرزیدنت امامعلی رحمان به مسئله خرید هواپیمای بزرگ بوینگ 767 داخل کرده خواستار سنجش این دو ستاد شده است چون به گمان رئیس جمهور هنگام خرید این هواپیما که سالش هم خیلی کهنه است، هنوز 2 سال قبل از تولد حتی من سال 1987 ساخته شده است، خلافکاری های صورت گرفته است. ایراد دیگری رئیس جمهور همچنان به پرداخت نشدن مزد کاری 3 ماهه کارمندان شرکت و سری وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکتی تامیناتی سوزشواری بوده است. با وجود آنکه که در 10 سال اخیر هر 2 سال رئیسان این شرکت عوض می شود ولی وضع مالیویش بهبود نیافت. به همین منوال با از پا افتادن توجیک ایر شرکت خصوصی سامان ایر یگانه شرکت و یکتازی بازار هواپیمایی در تاجیکستان شد. فهمو شد. تشکر عبدالله برای صحبت.